خیلی خوشحالیم که با یه ویدیو دیگه در خدمت شما هستیم. امروز اومدیم با یه آهنگ دیگه از آقای بستر. ما یه خورده با آقای بستر مشکل داشتیم به خاطر اینکه اون آهنگ قبلیه رو یه خورده بد خوند به نظر من. و اینکه ریتمش تکراریه، یعنی بیت هایی که استفاده میکنه همه روی ریتم. امیدوارم این اینطوری نباشه. حالا این آهنگش چیه؟ با آقای شاه داده، اسمش شاه اون طرف، ولی خب نمیدونم که چجوریه. بریم سریع این آهنگو با هم گوش بدیم. امیدوارم که بستر این سری ناامیدمون نکنه و اینکه 16 میلیون هم ویو خورده این آهنگ، پس یعنی خیلی ترند شده. Let's go baby. شو بستر. این چیه؟ اون شاه اون بستر. ولی من بستر خوشم میاد. واقعا ببینی حالا نمیخوام چیزم کنیم، مثلا صداش خوبه، واقعا خوبه، نه اینکه بخوای بگی بده که، ولی خب بهتر از این میتونه باشه. حالا چرا قفلی زدیم رو بستر بدبخت؟ Let's go بستر جان، این دفعه نظرمون عوض کن عزیزم. اون چشمونی خمورش، اون نگاهی چمورش، هر لحظه بینم رو مهرم زیاد میشه. با توجه به چیزی که من بستر میدونم، این دوتا الان توی سبک دارن میخونن. این شاه بود که خوند، با حال بود و پس رقابت سخته، ولی خب یه چیز تکراری، باز دوباره بیت تکراری، ریتم بیت دوباره تکراری، ولی خب تا الان این پسر خوب شروع کرده. Let's go ببینیم. لابه مثل بادی بهارای مانندی گاهی چمورش، هر لحظه بینم رو مهرم زیاد میشه. میگه هر لحظه که اونو ببینم مهرم زیاد میشه، منظورش همون عشقه. مثل بادی بهارای مانندی گلی بخوره، میخوام فریاد کنم و با یک صدام بیای پیشه. چه جالب. میگو مثل گل بیخاره و میخوام من لحظه فریاد کنم و بیای پیشم. ولی خب گل بیخار که داستاندار میشه، گلی که خار نداشته باشه همه بهش دست میزنن. داداجی چشمانی خمارش، نگاهی چمارش، خوشم میاد بخونه. من این خوب بود، آفرین. فقط یه چیزی بهت بگم، خاص میخونه. آره یه سری صداهای از اینجوری میکنه، باحاله به نظرم، میتونه جالب باشه و هر کسی سبکی داره. زیاد میشه مثل بادی بهارای مانندی گلی بخوره، میخوام فریاد کنم و با یک صدام بیای پیشم. بسرونم تو رو پزمونم تو ببین میدونی این بیته به این آهنگ میاد، ولی خب یه سری آهنگا نمیاد، ولی این کار خوبی بوده که انجام داده. یوی میرا دوری جوانم، بیو بیمون دستت روی دستانم، نمیتوانم به تو موی تو بانم. چه جالب. بیا دستتو بذار، دستت تو دستام باشه، نمیتونم بدون تو ماه تابانم. این پسرم صداش خوبه. آره. آی چی بود؟ پشمای دستمو کندم. واه رنگای دیلم بزن گیره، چرا دور میکنی مرا زیمه بدی. قشنگه چشمانم ندیدنی تو نمیشه سر نگی، ما تو دیگه با یک دیگر نمیرسه. آفرین، اینجوری خوبه. آفرین دقیقا. پراکنده کردی تو پراکنده شد، لبم خنده ندید نشدیم درد. سخته خونه. یکی دو بار باید گوش بدیم تا کامل بفهمیم، ولی خب همدردم و سرم رو خم کردی نزدی همه دشمن دوست، روزم رو شب کردی رفتی دلم تنگ شد. آفرین چه خوب نوشت اینجا رو. روزم رو شب کردی رفتی دلم تنگ شد. جونی شیرینیم برات، تو بیا دیلم درو، عاشق خود کردی مرو، ما دیم دردی مرو. آفرین چه خوبه این آهنگه. ای جونم
خرا بود کردی مرا ماندیم دردی مرا ای جانم دیگه چرا رحم نکردی به من نمیکنی چرا حیانم چشمای خمارم من فکر منتظرم کنم در اینجاش هوا و زمین آره. دخترکم نازنینه ولی اون عالی بود اون دخترکم نازنینه خیلی موزیک خنده هاش محجبی شیرین نه دلنشینه شیرین بود، به دل میشست. این اون پسره بود اون یکی دیگه بود نه اون یکی دیگه بود، اون ریش و سیبیلاش یه جور دیگه بود. هوا و زمین ولی اونو من دوست داشتم. فکر کنم آره اون پسره یکی دیگه بود. اسم اون پسره چی بود؟ خدای خیلی باحال بود، خوشم اومد ازش آهنگ نرفتیم دیگه، اونو باید ویدیو بگیریم ازش. آره از اون آهنگ میذاریم، برام پیداش کنم دوباره. در کل آهنگ خوبی بوده تا الان. البته دیگه فکر کنم آخراش باشه. میگه چشمای خمارشون نگاه چون مارش. مار خب ببین یه سری چیزا رو باید دقت بکنی. اگر داری در راجع به یکی لاو میخونی، مار چیزه نشانه پیچوندن و وزه و میدونی. البته خب داره دیسلاو میکنه تقریبا. عالی بوده تا حالا. اون شاه اون پسره هم خوب خونده. شاه اونم قشنگ آره. بله اینم از آهنگ این دو دوست. واقعا باحال بود نسبت به اون انتقادی که دفعه قبل کرده بودیم. این یکی خیلی باحال بود و مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید. خیلی دوستتون داریم. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.